درود بر شما. اخیراً در تئاتر به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه جدیدی قصه یک مرد دیوانه روی صحنه آمد. کارگردان و هنرپیشه این نمایشنامه جدید قربانی صابر هنرمند معروف تاجیکستان است که امروز مهمان رادیوی آزادی هستند. لطفاً بگید که این چرا شما محض به همین یک اثری نویسنده قرن 19 روس نیکولای گوگل روی آوردید؟ در عرفیت میگن که اگر آبت بره آب کلانت ببره. یعنی این نیاز که در آب کلان در آب پرطغیان غرق شوم، همین نیاز مرا سوی اثر نیکولای گوگل بود. حسد میبرد. عیان است که حسد میبرد، زیرا من در دفتر رئیس نشستم، برای آن اولیا حضرت قلم میتراشم. یعنی شما چی پیامی داشتید؟ خب پیام یعنی بازم همون است. یعنی به فکر من که همه وقت تئاتر باید وظیفه‌اش یعنی کشیدن انسان ها سوی حقیقت. آخه من در عمرم نشنیدم که سگ نشته تواند این حیرتی ما را افزود. راستی من وقتی آخر چیزهایی را میدونم و چیزهایی را میشنوم که نه کسی دیده و نه کسی شنیده. یعنی گفتم خود به خود از پس آن همین سرچنی‌ها. آیا با درخواست یا که با پیشنهادی مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان شما دست به سانسور این نمایشنامه زدید؟ اگر زدید چه تاثیر بر این نمایشنامه گذاشت؟ آیا حسن این نمایشنامه کاهش نیافت؟ این گوگل است. یعنی با خط زدن، با گرفتن چند کلمه، با مثلا ملایم کردن چند کلمه و این ملایم نمیشه و همان گونه هست که هست. می نویسد که گویا پادشاه واژگون داشته و لغو شده و سیاستمداران سری آن اندیشند که کی را ولی عهد ممکن نیست که تخت پادشاهی را برهم می نویسند که کدام یک زن دان سری تخت نشستن یک زن هیچ نیست. وقتی ما وارد تالار تئاتر به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی میشدیم، در بیرون آویزه نمایشنامه های این تئاتر واقع بود. ما در آنجا نمایشنامه قصه یک مرد دیوانه را ندیدیم. یعنی به نظر شما چرا؟ این نمایش من و با دو سه نمایش دیگر که وقت زمانهای آخر اینها حال گول سر سبدند که هر ماه به تماشابین پیشکش می شود. اینا را حتی حال حاجت به یعنی تشویق کردن نیست. آیا میدانی که در تک بینی سروری الجزایر ورمی هست؟